سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش اومده به یک درس دیگر از زبان روسی. دوستان در این درس ما تصمیم گرفتیم که فعل‌های زبان روسی را برای شما آموزانیم. یعنی یک فعل میگیریم و آن فعل را با جانشین‌های چه استفاده میکنن و در زمان‌هایش، یعنی زمان آینده، زمان گذشته و زمان حاضر برای شما درس دهیم و برای هر یک تای آن یک مثالی با جانشین خودش بیاریم که شما ببینید چه استفاده میشود. خب دوستان، شما اگر از همین یگان فعلایی که مشکلی دارید حتما در زیر کامنتاریا نویسید به ما دیدن میبریم. همین خیلی یک ویدیوی عادی کرده برای شما میآموزانیم. خب دوستان، فعل‌ها اگر چه گونه شما میدونید، فعل‌ها یعنی کار کردن، خوردن، پریدن، رفتن یا اینکه نگاه کردن یا همش فعل میباشد. همین خیلی فعلایی که شما مشکلی دارید برای ما نویسید، ما ویدیوش میکنیم. و در عین مثلا در درس شما میبینید که چگونه این درس است و شاید که برای شما لازمی باشد. برای مثال رابطت، من فعل رابطت کار کردن رو انتخاب کردم، یعنی در جانشین ها. اگر شما دوستان جانشین ها رو ندانید که جانشین ها چیست، من به یک دو مثال میارم عادی و شما میفهمونم. کریم کار میکند، او کار میکند، یعنی جانشینی اوقاتی استفاده میکنیم. او کار میکند، جانشین به جای اسم ما میآید و استفاده کرده می شود. مثال کریم، رستم و طاهر خواب میکنند، آنها خواب میکنند، شکل جمع. من، کریم و رستم میدویم، ما میدویم. خب دیدین دوستان، یگان مشکلی ندارد، عادی است. این جانشین های ما بود. و اکنون بیاید دوستان رابطه کار کردن در جانشین ها. خب یا رابطه من کار میکنم، تی رابطهش تو کار میکنی. خب دوستان، این ویدیو رو به خاطر چی ما کردیم، یعنی همین فعل هایی که ما دوستان مشکلی داریم در اکنچنش میگیم، یعنی همون پسوند ها، اینها را به این خاطر ما کردیم که شما بیاموزید. آن رابطت، او کار میکند. ما دیگر نمیتونیم گوییم مثلا یا رابطت، تی رابطت، یعنی اکنچنیاشون در فعل جانشین ها تغییر مییابد کارها. تی رابطش تو کار میکنی، آن رابطت، آن پسر رابطت، او کار میکند. انا رابطت، وای دختر کار میکند. می رابطیم، ما کار میکنیم. وی رابطت، شما کار میکنید. انی رابطت، آنها کار میکنند. خب دوستان، این زمانی حاضر است یا اینکه در عموم. به خاطر که در عموم، مثال من کار میکنم، مثال این یک عموم است، یا اینکه عین حال چی کار کرده است. میتوانید گویید مثلا یا رابطه من کار کرده استم، یا اینکه مثال در خانه شتگین میگوید که مثلا یا رابطه نزواده، یعنی در عموم شما در یک جا کار میکنید. این کاری کردن دوستان، یعنی رابطه من کار نمیکنم. این کاری کردن یعنی من کار میکنم، من کار نمیکنم، تو کار میکنی، تو کار نمیکنی. این کارش یعنی نکردنش. تی نرابطهش، تو کار نمیکنی. آن نرابطت، او کار نمیکند. انا نرابطت، وای کار نمیکند. آن نرابطت، او پسر کار نمیکند. انا نرابطت، وای دختر کار نمیکند. می نرابطیم، ما کار نمیکنیم. وی نرابطت، شما کار نمیکنید. انی نرابطت، آنها کار نمیکنند. خب دوستان، اینجا مثال ها است. مثال ها رو میبینیم. یا رابطه на заводе، من در زواد کار میکنم. شما هم دوستان یک مثالی در زیر کامنتار نویسید، برای که اصلا اگر امکانیتش باشد در یک دفتر همه اینها رو نویسید، چون که وقتی شما نویسید یعنی در ذهنتون خوب میشیند. تی رابطهش дома، تی رابطهش дома، تو در خانه کار میکنی. Я не знаю почему он работает здесь. من نمیدونم که چرا او در اینجا کار میکند. Она работает с мамой. وای با مادرش کار میکند. خب دوستان، ما در مثال ها چگونه میبینیم، ما با هر یک جانشین یک مثالی آورده ایستادیم. Мы не работаем с такой зарплатой. Мы не работаем с такой зарплатой. ما با чунин маош кор намекунем. Вы работаете со мной. شما با من کار میکنید. Вы работаете со мной.
Они работают в компании. آنها در شرکت کار میکنند. Они работают в компании. خب دوستان در زمان گذشته Я работал. من کار کردم. Ты работал. تو کار کردی. Он работал. او کار کرد. Она работала. وی کار کرد. Мы работали. ما کار کردیم. Вы работали. شما کار کردید. Они работали. آنها کار کردند. برای این کاری کردنشم Я не работал. من کار نکردم. Ты не работал. تو کار نکردی. Он не работал. او کار نکرد. Она не работала. وی کار نکرد. Мы не работали. ما کار نکردیم. Вы не работали. شما کار نکردید. Они не работали. آنها کار نکردند. خب دوستان مثال ها در زمان گذشته. Я никогда не работал с папой. Я никогда не работал с папой. من هیچگاه با پدرم کار نکردم. Я никогда не работал с папой. خب Ты работал в магазине. تو در مغازه کار میکردی. Ты работал в магазине. تو در مغازه کار میکردی. یعنی در مغازه کار میکردی به خاطر چی من گذاشتم دوستان؟ یعنی работал کار کردن یک مدت هم هست که دوستان تو در مغازه کار میکردی. Ты работал в магазин. یعنی که تو در مغازه کار کردی، یعنی که تو در مغازه کار میکردی. Он работал со мной. Он работал со мной. وی با من کار میکرد. Он работал со мной. وی با من کار میکرد. یعنی او پسره. وی پسر. Она работала учителем. وی آموزگار کار میکرد. Она работала учителем. وی آموزگار کار میکرد. Мы работали в доме начальника. ما در خانه начальник کار کردیم. Вы работали... извините. Мы работали в доме начальника. Вы работали очень медленно. شما خیلی سست کار کردید. Вы работали очень медленно. Они в Москве не работали. آنها در مسکو کار نکردند. خب دوستان در زمان آینده یا буду работать یعنی زمان آینده. یا буду работать من کار خواهم کرد. برای مثال شما در خانه اشتگی تصمیم گرفتید که مثال در زواد کار میکنه. یا буду работать на заводе. یا буду работать یعنی در آینده. شاید که یک سال پس باشد یا که شاید یک سال پس باشد، شاید یک ماه پس، یعنی زمانی آینده ده. یا буду работать من کار خواهم کرد. Ты будешь работать تو کار خواهی کرد. Он будет работать او کار خواهد کرد. Она будет работать وی کار خواهد کرد. Мы будем работать ما کار خواهیم کرد. Вы будете работать شما کار خواهید کرد. Они будут работать آنها کار خواهند کرد. برای این کاری کردن یعنی буду работать یا не буду работать من کار نخواهم کرد. خب دوستان اینها همشون یک جمله است. شما میتوانید از خود کنید و استفاده کنید. Ты не будешь работать. Ты не будешь работать تو کار نخواهی کرد. Он не будет работать او کار نخواهد کرد. Она не будет работать وی کار نخواهد کرد. Мы не будем работать ما کار نخواهیم کرد. Вы не будете работать شما کار نخواهید کرد. Они не будут работать آنها کار نخواهند کرد. خب مثال ها در زمان آینده. Я не буду работать с тобой. Я не буду работать с тобой. من با تو کار نخواهم کرد. Ты будешь работать в Таджикистане. تو در تاجیکستان کار خواهی کرد. Ты будешь работать в Таджикистане. Он будет работать в магазине. Он будет работать в магазине. وی در مغازه کار خواهد کرد. Он будет работать в больнице. وی دختر یعنی یا اینکه وی زن در بیمارخانه کار خواهد کرد. Она будет работать в больнице. وی در بیمارخانه کار خواهد کرد. Мы не будем работать в саду.
ما در باغ کار نخواهیم کرد. Мы не будем работать в саду. Вы будете работать вместе. شما якҷоя кор хоҳед кард. Вы будете работать вместе. Они будут работать с вами. онҳо бо шумо кор хоҳанд кард. Они будут работать с вами. онҳо бо шумо кор хоҳанд кард. خب دوستان این ویدیوی ما بود. امیدوارم که این ویدیو برای شما پسند آمده باشد و اگر پسند آمده باشد لطفاً ویدیو رو دستگیری کنید و فکر و نظر خودتون رو در زیر کامنتری برای ما نویسید. حتما میخونیم. اگر سوالی باشد با ما بدهید و فعل‌های چه گفتیم فعل‌های مشکلاتون رو برای ما نویسید. ما هم خیلی ویدیو کرده برای شما پیشکش میکنیم. خب تا درس‌های دیگر موفق و سربلند باشید.